درود مرود دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون هر کجای کره خاکی هستید خوب باشه. امروز شنبه 25 مای دارم میرم یکی از کمپ های کشور آلمان، همون کمپی که خودم 2 سال پیش معرفی کردم، یعنی ایالت هسن، شهر فرانکفورت. کمپ مادرش برم ببینم وضعیت چجوریه، واسه شما دوستان بذارم. خیلی کامنت گذاشته بودید در مورد کمپ ها. کمپی هم که خودم رفتم تحویل دادم تو شهر گیسن. ببینید تو 16 تا ایالتی که هست تو کشور آلمان، هر شهری، هر ایالتی یه کمپ مادر داره. یعنی نیست توی شهری 2-3 تا کمپ باشه، نه، یه کمپ مادر داره که شما اول باید برید خودتون رو اونجا معرفی کنید، پذیرش بشید و بعدش کارهای اداریتون انجام بشه. و بعدش یه چند روزی میخواستم برم ویدیو بگیرم، متاسفانه اینجا هم که اروپاست و آلمان، یعنی هر روز هواش بد بود، یعنی بارون میومد و اینا، و خوب نبود برم این ویدیو بگیرم، هم کیفیتش بد میشد، هم خیلی بارون شدید. امروز هم میبینید هوا سوسوه، یعنی 50 زیو بارون میاد نمیاد، ولی خود دلو زدم به دریا و گفتم برم واسه دوستای عزیز یه ویدیو بگیرم، کسایی که میرسن به آلمان برن کجا خودشونو تحویل بدن، چجوریه. حالا یکی دوست داره مثلا بره ایالت مونشن، یکی بره کلن، یکی بره مثلا اشتوتگارت معرفی کنه. من در مورد فرانکفورت، ایالت هسن معروفه، به فرانکفورت میگن ایالت هسن، شهر گیسن کمپ مادرشه. من میخوام برم اونجا ببینم شرایط چجوریه، اگه شد با 1-2 تا صحبت کنم ببینم داخل کمپا چجوریه، و اینکه با ما همراه باشید. آدرس هم واسهتون میذارم، از کسایی که میان آلمان خودشونو برسونن به بانهوف یا ایستگاه قطار خود شهر فرانکفورت، اونجا قطار داره به سمت گیسه، و بعدش حالا جای دیگه هم هستم، فقط با گوگل مپ تو باز کنی ببینی کجا هستی، قطار داره به سمت گیسن یا نه. پس با ما همراه باشید با این ویدیو، بریم ببینیم بعد 2 سال کمپا چه خبره، شلوغ نیست، کجا باید پذیرش بدی، ساختمون اصلی که میری کیس تو ارائه میدی به قاضی اونجا رو نشون میدم. کیستون رو ارائه بدید، عجله کنید، دیر نرسید، سردرگم نباشید که واسه خودم اتفاق افتاد. ما رفتیم انقدر ساختمون اونجا بود نمیدونستیم ما کدوم ساختمون بریم و اطلاعات دیگه. پس با ما همراه باشید. خب دوستان، ممنونتون میشم همین اول کار، همین پایین لایک و فشار بدید، اگه سوالی دارید کامنت بذارید، ویدیو رو واسه دوستانتون شیر کنید و سابسکرایب کنید حتما. ممنونتون میشم، حمایت کنید و به ما دلگرمی میدید واسه ادامه کار، که ما هم تازه کانال رو راه اندازی کردیم، دلگرمی بشه واسه کارهای جدیدتر، بهتر، اطلاعاتی بذاریم واسه تون که به دردتون بخوره و ما رو حمایت کنید. ازتون ممنونم. خب دوستان، من از قطار پیاده شدم، میبینید من یه شهر دیگه بودم، حالا باشگاه بودم، امروز هم پا زدم، پاهم باز نمیشه. رسیدیم ایستگاه بانهوف یا ایستگاه قطار فرانکفورت، خب مرکزیش، میبینید چقدر بزرگه. حالا باید بریم اون گلایس ها رو بخونیم ببینیم کدوم گلایس میره به سمت گیسن. پس با ما همراه باشیم. ببین دوستان، اینجا خیلی شلوغه ایستگاهش، میبینید، مراقب باشید میاید اشتباه سوار نشید، چون اشتباه سوار شید میرید یه جای دیگه، بعد تازه وارد هم هستید، واسه خودمون هم همچین چیزی پیش اومده دیگه، طبیعیه. دوباره باید پول بدید، پول قطار بدید، پول هزینه بدید، خیلی طول میکشه. پس خیلی دقت کنید رو گلایس، رو لاینی که میخواید سوار بشید، اشتباه نشید. حتما بپرسید چند جا رو گوگل مپ، بگید میخوام برم گیسن. حالا من دارم میرم اونجا، برم ببینم کدوم گلایسش لاینش میره به سمت گیسن. روی تابلوها نوشته، حالا میرم نشونتون میدم. خب دوستان، امروز هم شنبه است، شلوغه، همه میان بیرون میرن میچرخن، خیلی شلوغه. حالا ببینید رو الان این روی تابلو خب چیزی ننوشته،
بذار ببینم یه لحظه صبر کنید. چرا نوشته 16 و 29 دقیقه میبینید به سمت گیسن داره. آربی 41 لاینشو نزده، باید برم لاینشو پیدا کنم. اینجا ببین این قطارهای نرماله، میبینید قطارهای آیسی رو سوار نشید که روی صد آیسی سوار بشید رفتید رفت آیسی ها رو هزینه های زیاد جریمه سنگین بهتون میکنن. این قطارهای نرمال رو سوار شید مثل این. حالا نشونتون میدم. خب دوستان پیداش کردم، لاین 14 است ولی این متغیر تغییر میکنه. اول رو تابلو بزرگه باید نگاه کنید، بعدش بیاین روی تابلو کوچیکه. الان نگاه کنید RB 41 و 40 4 و نیم، حالا اشبت داره تأخیر داره 16 و 44 به سمت گیسن میره. بیا گیسن، ببین گیسن رو نوشته، میره به سمت گیسن. میریم سوار این قطار میشیم. حتما دوستان بلیط هم تهیه کنید، چون اگه بلیط تهیه نکنید خدای نکرده مأمور چکینگ قطار بیاد داستان میشه واسهتون. حتما تیکت بلیط بگیرید. حالا اگه هم بلد نبودید بدید کسی واسهتون بگیره. خب میریم سوار بشیم. حالا دراشو باز نکردم، منتظر میمونیم سوار شیم بریم به سمت گیسه. دوستان به این آربیاش توجه کنید، نوشته مثلا آربی 49 آربی 41. قطار اشتباهی سوار نشید، چون اشتباه سوار شد واسه ما پیش اومد اصلا رفتیم یه ایالت دیگه داستان شد، چقدر هم هزینه کردیم. اینجا هم تیکتاش گرونه 12 13 یورو. اگه تیکت ماهیانه نداشته باشید باید هر سری که سوار میشید 12 13 یورو بدید. حتما دقت کنید غیر از اینکه نوشته گیسن، خب حالا هر شهر دیگه حتما به آربیش توجه کنید. آربی 40 آربی 49 اشتباه سوار نشید. اینو حتما تاکید میکنم چون سر خودم اومده، میگم واسه شما مشکل ساز نشه. بعد از نیم ساعت تأخیر بالاخره در قطار باز شد و تازه داریم راه میافتیم. این کلا نرماله داخل آلمان، نیم ساعت 20 دقیقه یه رو خیلی کم پیش میاد سر وقت حرکت کنه. الان هم ما تازه حرکت کردیم. و اینکه دوستان یه چیز دیگه بهتون بگم، اینجا تا ساعت 12 اینا 12 و نیم قطار هست به سمت، حالا کلا اصلا آلمان 12 و یک بعد کلا قطارها تعطیل میشن تا ساعت 4 و نیم تا 20 دقیقه به 5 دوباره استارت میزنن. حالا هر کجا هست اگه توی تایم بین 12 و نیم تا 5 عصر خدای نکرده برسید و قطار نباشه باید یه جا وایسید. حالا تو همین بانهوف ایستگاه قطار تا 4 و نیم 5 بشه و به سمت کمپ خودتون رو معرفی کنید. خب دوستان اینجا که میاد اینجا گیسنه دیگه، الان میبینید اینجا گیسنه. خب پناهجو هم اینجا زیاد هست، کلا ایستگاهش هم شلوغه. از این ور که میای باید برید تو ایستگاه اتوبوس وایس ببینید کدوم اتوبوس ها میره سمت کمپ. ببینید اینجا معمولا وای میسن بچهای کمپ. وقتی از قطار پیاده میشی میان اینجا وای میسن. حالا شماره‌شو رو بهتون میگم، خودم هم یادم نیست، یادم رفت، ولی بذار الان شماره‌شو رو میپرسم میگم بهتون چه شماره‌ای میره سمت کمپ. خب دوستان تابلوها رو میبینید. اون الان من پرسیدم سوار شدم شماره 5ش میره، باز حالا یکش هم میره. 2-3 تا اتوبوس هستن میرن سمت کمپ.
ولی باز سوال کنید. حالا مثلا میخواید سوارشی توی این قسمت اینا مشخصه پناهجوها حالا فارسی صحبت میکنن یا به هر زبونی، ازشون سوال کنید راهنماییتون میکنن تو کدوم کم میره. ولی توی این تابلو نگاه کنید 1 و 5 میره. خب دوستان ما رسیدیم. ببین با اتوبوس شماره 1 باید بیایید. حالا 1 و 2 چون من 2 سال پیش اومدم اینجا زیاد حضور ذهن ندارم، ولی 1 میاد اینجا، ایستگاه آخرش باید پیاده بشید و اینکه شماره 2 هم میاد. 2 تا اتوبوس میاد، 1 و 2 میاد. 2 مستقیم شما رو میبره جلوی اداره بانف، یعنی همونجا که باید خودتون رو تحویل بدید. شماره 1 ایستگاه آخرش باید پیاده بشید دیگه، ایستگاه آخرش باید پیاده شید. اینجا 2 سال پیش اومدیم خودمون رو تحویل دادیم، چه روزایی داشتیم. حالا یه جا روی پلی عکس انداختم زیرش اتوبان، اون اکثرا میذارم، الان یه عکس میگیرم اونم میذارم مقایسه. ایستگاه لیدل هم هست نزدیک کمپ، خیلی خوبه کسایی که میخوام بیان خرید بکنن و اینا، خوبه نزدیک میتونین خرید بکنین. گیسن هم خیلی شهر قشنگیه کلا. به امید به خدا اونایی که دوست دارن حتما برسن و لذتشو ببرن موقعی که تو کمپ هستن. میگم شرایط سخته ولی لذتشو ببرن. خب دوستان، دوست عزیز، داداشا، خانوما، همین الان که داری ویدیو رو میبینید خواهشاً لایک پایین رو فشار بدید، ما رو حمایت کنید، به ما دلگرمی بدید. خداییش زحمت هم دارم میکشم واسه این ویدیو و ویدیوهای قبل. از خونمون خیلی دوره. خب اینجا با قطار 3 ساعت راه. من اصلا 2:30 راه افتادم، من اصلا 6:30 7 عصر رسیدم. یه لایکی، یه کامنتی، سابسکرایبی. دوستان ببینید ما رسیدیم اون منطقی، اصلا این اداره هایی که هستن واسه پناهندگی و اداره بانف و اونجایی که اینترویو میشید و باید پذیرش بشید کلا همشون اینجا جمع شدن. ببینید توی این مسیرم که میاد کلا پناهجو میاد، یه جای ته شهره. و اینکه وقتی خودتون وارد میشید میایید ورود میکنید به اینجا، این جایی که باید شما خودتون رو تحویل بدید و پذیرش بگیرید همینجاست. یا حالا از اون در که بسته است از این در، اینجا جاییه که شما پذیرش میشید. یعنی میایید داخل، از اون در پشت میرید، اسمتون رو مینویسن و اینجا میایید پذیرش میشید، میرید داخل. چند تا اونجا هستن کمکتون میکنن، میشینید تو صف، مدارکتون اول کوله پشتی چیزی داشته باشید ازتون به قول معروف میفرستن سمت چک میکنن تو دستگاه، اسمتون رو مینویسین، نام نویسیتون میکنن و اطلاعاتی که میخواد تو همین اینجا واسهتون انجام میشه. و بعد اینکه انجام شد کارتون از اینجا میایید بیرون میبرتون تو کمپ اولیه. یعنی کمپ اولیه که الان میرم اونور نشونتون میدم چه کمپیه و به قول معروف چجوریه شرایطش بهتون نشون میدم. پس اینجا شد جاییه که باید خودتون رو معرفی کنید شما. یعنی وارد که میشید باید بیاید اینجا پذیرشید، نام نویسی و اینا. یه بعد کاغذم بهتون میدن واسه کمپ اولی که میبرنتون اونجا که واسه ورود و خروج. پس بریم بهتون کمپ اول رو نشون بدم که اون پشته. کلا این ساختمونایی که میبینید اینجا همشون مال اداره بانف پناهندگی. حالا این قسمتش فرق داره، یه توضیح میدم، الان نمیخوام قاطیش کنم. اون سفیدا که خیلی مهمه، این دوتا خیلی مهمه. و اینکه کمپ اولیه که این وره، یعنی شما بیاین خودتون رو پذیرش کنید، اولین روز اولین شب میبرنتون این کمپ اولیه. ببین دوستان، خیلی از این وارد کمپ اولیه میشید اینجا خودتون رو پذیرش میکنید، خیلی‌ها میان میگن گوشی رو قایم کن، نمیدونم پول داری، هر چی داری. اینا همش دروغه. من اینجا بودم، همچین چیزی با گوشیت کاری ندارن، با پولی که داره کار ندارم، ولی خب قایم کنی بهتره. یا اینکه
مدارکی چیزی دارن ازت بگه، نه همچین چیزی نیست. گوشیاتو بگردن و خیلی اینجا میای استرس بهت وارد میکنن. ما اولش اومده بودیم اینجوری بود، استرس بهمون وارد میکردن، آقا گوشی تو میگردن پاک کن فرمت کن، نه همچین چیزایی نیست. ولی یه جای دیگه وقتی میرید درخواست رسمی پناهندگی میدید، اونجا باید مراقب باشید، گوشی نبرید تا اونجایی که امکان داره، و اینکه اگرم میبرید چیزی داخلش نباشه، یه گوشی دیگه باشه. ولی تو کمپ اولیه وقتی پذیرش میکنید کاری نداره. و اینم بگم این کمپ اولیه که شما اول پذیرش میشید و میایید اینجا، میارنتون اینجا زیر نظر شهرداری اولش، یعنی شما هنوز به طور رسمی درخواست پناهندگی ندارید، فقط یه جایی بهتون میدن، یه صبحونه ناشامی بهتون میدن که به قول معروف آواره نباشیم یا کف خواب خیابون نباشیم. زیر نظر شهرداری تا اینجا کمپ اولی و دومی. بعدش میره تو قسمت کمپ سوم که درخواست رسمی پناهندگی رو از شما میگیرن و دیگه میری زیر نظر اداره بام. خب دوستان، اون همون اونجا جایی بود که پذیرش میکردن اون ساختمون. این کمپ اولی است. ببینید دور همشون حصار کشیدن. این یه ساختمونه، ببینید داخل ساختمونش میری اتاق میبینید. الان مثلا پنجره رو میبینید، تو هر اتاق امکان داره 4 نفر 5 نفر تا 6 نفر هم میکنن. یعنی یه تخت بهت میدن، این که نیست خیلی فضا داشته باشه و اینا. این کمپ اولی است. شانس بیاری 5-6 روزه بفرستنت کمپ دوم. هرچه سریعتر بری کمپ دوم خیلی واسط بهتره تا اینکه اینجا بمونی. اینجا بوده خیلی مثلا 1 ماه 2 ماه وایسادن، ولی خوب نیست. باید سعی کنید زودتر کمپ رو انتقال بدید. الان این کمپ اولی است. ببینید این قسمت بیشتر، این کمپی که ما بودیم این ساختمون اینور فامیلی بود، یعنی خانواده بود. حالا اونور بیشتر مجرد بود. همینه، میبینید یکی اینه، یکی اونه، یکی هم اون سمت چپه و پشتش هم بقیهش هم چادر زدن، بیشتر واسه مجردا و اینا چادر زدن که خیلی شلوغه کمپا. اینم قسمت ناهارخوریشه. یعنی شما میایید اول باید بیاید اینجا، حالا 1 هفته 10 روز نمیدونم بر چه اساسیه، ولی انتقالتون میدن کمپ دوم. کمپ دوم هم همون بالاتر آجری رنگه، اونجا میرم نشونتون میدم. ما اینجا اومدیم 2 هفته اینجا موندیم. خیلی شرایطش خوب نیست اینجا، دستشویی مسویش کرکسی، چون کمپ اولی از هر کی میاد 10 روز 5 روز وای میسه و میره بیرون. همون دستشویی زنا جداست، ولی خب اونجا خطری نداره که دیگه کسی نمیاد، مال زناست. این چادرم که زدم مال صبحونه نهار شامتونه که میدن. باید بیاین صف وایسید. ما 4 صبح هم بوده اومدیم تو صف وایسادیم واسه صبحونه. و اینجا باید وایسید تا هر موقع بختتون باز بشه. ساعت 6 صبح یا 7 صبح 5 صبح میان اسم میخونن یا درا رو میزنن، در اتاقا رو میزنن، میگن آقا شما مثلا اسم چی و فلان، باید بری کمپ دوم. اینم یه نگهبانیه که با یه کاغذی که از پذیرش بهتون میدن، با اون کاغذ میتونید ورود و خروج بکنید. یعنی نمیتونید به غیر از اون کاغذ ورود و خروج کنید، حتما باید اون کاغذ باشه که بتونید ورود و خروج بکنید. و اینکه این از کمپ اول چیز خاصی که نداره. بعدش اینکه اینجا هم یه باشگاه بدنسازی داره، حالا نورمال میتونید ورزش بکنید. همینه، یه ساختمونه، یکی اونوره یکی هم اونوره. همه تو حیاتن، کارهای خودشون رو انجام میدن. یه جا هم داره لباسشویی داره، 5-6 تا لباساتون رو میدید میشورن. البته خیلی شلوغه، باید وقت بگیری و اینا، ولی ما خودمون میشستیم تو همون. این از کمپ اولیه. فقط گفتم شانس بیارید که زود برید کمپ دوم. هرچی برید جلوتر به نفعتونه تا اینکه بخواید اینجا بمونید. اینجا خیلیا بودن 1 ماه 2 ماه موندن، ولی خب وضعیتش خیلی خوب نیست. ولی الان که دارم نگاه میکنم وضعیتش خوبه، خلوته. حالا دیگه نمیدونم چه زمان طول بکشه این شلوغی و اینا. الان که یکم خلوته، چون زمستون بوده کمتر پناهجو اومد. اینم ورودیشه که با ما همون کاغذی که تو پذیرش بهتون میدم ورود و خروج میزنید. همین. بریم سمت کمپ دوم. دوستان اینجام هنوز جزء کمپ اولی است. میبینید چادر ماننده. خب
و بالای بلندی زدن. حالا خانواده مجرد اینا داخلش زندگی میکنه، چون وقتی اینجا شلوغ بشه داخل این اتاقا، میبینین اتاقا شلوغ باشه جا نداشته باشه، میارن اینجا ساکن میکنن، به قول معروف بهشون جا و مکان میدن. یه دستشویی های اونجا چیزم داره، این به قول معروف سیارم داره گذاشتن. و اینکه این هنوز جزوی از کمپ اولی است، ولی الان خلوته، خدا رو شکر خلوته. زیاد کسایی که الان هستن اذیت نمیشن، ولی زمانی که ما بودیم خیلی شلوغ بود و اذیت میشدن. اینجا هم همه رو میارن، ولی خب این اوکراینیا بیشتر به قول معروف میارنشون یک روزه سریع میفرستنشون کمپ دوم و بعدشون میفرستنشون تو هایم. ولی غیر اوکراینیا خیلی باید اینجا بمونن و سختیشو باید خاکخوریشو بکشن تا اینکه بخوان برن کمپ دوم و سوم. ولی اوکراینیا رو سریع یک شب دو شب میفرستن میرن کمپ دوم، از کمپ دوم هم میفرستن سوم. اینجا دوستان حالا مجردایی که میای دعوا نمیدونم درگیری، هیچ کاری نکنید، بدون تیکت سوار قطار اتوبوس نشید، چون به اسمتون جریمه میکنن 60 یورو جریمه میکنن و بعدش موقع اینترویو واسهتون داستان میشه تو سیستم، میگه تو هنوز جواب قبولیت نیومده، سیاه سوار شدی، دعوا کردی، جنگ کردی، چاقو کشی، هر چی، دزدی، حالا هر چی، واسه پروندهتون داستان میشه، دردسر میشه. هیچ موقع از این کارا نکنید تو این کشور اروپا. حالا شما خودتون بهتر بلدید، من بیادبی نمی کنم به کسی، ولی کلا دارم شرایطو میگم. دوم شروع میشه. ببینید وقتی حصار کشیدن جدا کردن، این میشه کمپ اول، از اینجا به بعد میشه کمپ دوم، این خونه های آجوری. خب ما الان از چند تا از همزبانامون پرسیدیم، به قول معروف فارسی زبانا، گفت خیلی خلوت، اتاق هر نفر 4 نفر داخله و اینکه نظافتش هم خوبه. و این ساختمونا، این کمپ دومه. کمپ دوم خیلی بهتره، چون از اون ور نمیتونستم ورود کنم، از این ور اومدم یه چیزایی نشون بدم، بهتره. میبینید این از شما از وقتی از کمپ اول میاید، همین کمپ دوم بغل دستتونه. اینجا هم بیاید، بوده یکی بوده 2 ماه مونده، 3 ماه مونده، 4 ماه مونده. ما خودمون مثلا 2 هفته اینجا بودیم، خیلی سریع انتقالمون دادم به کمپ سوم. و وقتی شما انتقالیتون بیاد داخل یه دونه، این میبینید اینجا تابلو زدن، خب تابلوها اسم میزنن، هر روز باید بیاید بخونید. انتقالی اگه داشته باشید اسمتو میزنه، مثلا انتقالی فلان تاریخ فلان ساعت کجا باید توی همینجا باشی، انتقال پیدا میکنید به کمپ سوم. اینجا باید بمونی. اینجا میبینید دیگه برگه داری، میتونی ورود کنی، خروج کنی، خرید کنی. اینجا خیلی بهتر از کمپ. هر چی میرید جلوتر کمپا بهتر میشه، ترتمیزتر میشه، خلوت میشه، دیگه مشخص میشه مثلا میخواید برید تو هایم. و شما کلا 3 تا کمپ عوض میکنید، کمپ اول، کمپ دوم و بعد از اینجا دیگه میری کمپ سوم، تقسیم میشید تو شهرها. حالا مثلا میرید 10 تا شهر اونورتر با اتوبوس میبرن، خودشون میبرنتون دیگه. اینجا باز بزرگتر، اینترنت هم داره، حالا وصله، مثلا اینترنت یه جای ضعیف و قوی هست، ولی خب سیم کارت بگیرید بهتره. اینجا هم صبحونه نهار شام یه جای بزرگیه، تو صف باید وایسی واسه صبحونه نهار شامتون. دوستان این کمپ دومیه که الان میبینید پشت سر من، اینجا دیگه حموم دستشویش داخل خود اتاقه، یعنی یه اتاق اینجاست، وسطش حموم دستشویی سرویس، یه اتاق هم بغلش مشترکه تو 2 تا اتاق، یعنی 2 تا اتاق با هم یه حموم دستشویی دارن، 2 تا درم داره. حالا روزایی که مثلا اون میره خبر میده، باید یه جوری به هم خبر بدین، یا مثلا چراغش رو روشن بذارید، در اونور میری، وقتی میری داخل سرویس در پشت رو قفل میکنی. ولی خیلی بهتره، ترتمیزتره، هر چی میری جلوتر بهتر میشه. الان هم خیلی خلوته. و اینجا وقتی میاید بهتون لباس هم میدن. اینجا داخل این ساختمون که میاید فقط باید اسمتون رو برید داخل تابلوها بخونه واسه لباس. ببینید واسه لباس اسمتون رو مینویسن، شانسی، و میبینید 2-3 روز بعدش لباس میتونید برید لباس بگیرید. حالا مونده به فصلش، زمستون باشه کاپشن میدن، پوتین میدن، کتونی میدن، خیلی چیزای دیگه میده، پوتین میدن زمستونا.
خیلی بهتره. میخوام برم اون اتاق خودمونم نشونتون بدم که من و خانومم اونجا بودیم. ما اون موقع اتاق 4 تا تخت بود، به خودمون داده بودن تنها، کسی نبود بغل دستمون، ولی الان میگه به 4 نفر میدن. خب الان هم خیلی خوبه نسبت به قبل. ببینید یه چیز دیگه بگم، کمپای مثلا خانواده خب یا مجرد جدا نیست، ولی جاشون رو جدا میکنن. مثلا این ساختمون مخصوص خانواده است، توش خانواده است، مجرد نمیذارن، جدا میکنن. و اینکه میبینید اینجا هم چادر هم داره، چون شلوغ میشه چادرها رو گذاشتن واسه شلوغی، مجردا رو اول میشکنن اونجا، بعدش دوباره خانواده. که ما یه مدت به ما گفتن آقا شما زن و شوهری 2 سال پیش بیاد برین، که ما نرفتیم و اینا. دوستان ببینید اینا رو هم اضاف کردن، اینا هم قبلا نبود، اضاف کردن واسه شلوغ شد تو چادر بکنن. اینجا بچه‌ها بازی میکنن، محیطش خیلی خوبه. ببینید ساختموناش خیلی ترتمیزه. ما چه روزایی اینجا داشتیم، اینجا میرفتیم به سمت سالن غذاخوری. دوستان یه توضیح دیگه بدم، داخل کمپ دوم خیلی امکانات داره واسه زن واسه مرد که اینجا بیشتر میمونن، ولی خب شانسیه. باز میگم تو آلمان همه چی شانسیه، کسی شبیه کسی نیست. یهو میبینی 2 روزه اینجا شما رو انتقال میدن به کمپ سوم، یکی میبینی مثلا 2 ماه 3 ماه طول میکشه، مونده به شانست دیگه، بستگی، هیچ شرایط خاصی نداره. اینجا مثلا واسه زنا کلاس زبان، واسه مردا کلاس زبان، دوتایشون دارن، میتونید تایمی که هستید برید استفاده کنید. فوتبال میتونید مثلا بازی کنید، چیزای ورزشی داره، میتونید استفاده کنید، وقتتون رو بگذرونید. خیلی امکانات دیگه واسه بچه‌ها داره، مثلا اسکیت، یه جا قسمت هست میرید به قول معروف یه مدرک مثل همون کاغذتون رو میدید بهشون، اسکیت میگیرید، 2 چرخه میگیرید، واسه بچه‌ها 3 چرخه میگیرید، بازی میدید بهشون، بازی میکنن و بعد درش میگردونید. و خیلی چیزای دیگه میتونید بگیرید با همون کارت، توپ بازی کنید، تنیس، بدمینتون بازی بکنید و بعد بهشون برگردونید. اینجا ما حوض 141 بودیم، ما اون طبقه سوم بودیم. آره طبقه سوم بودیم. اینجا هم یه محیط وسطش، غروبا میان همه بازی میکنن، حالا فوتبال، بچه‌ها بازی میکنن. و میریم جلوتر، یه قسمت خیلی مهمی که اینجا داره یه قسمت اورژانس یا بیمارستانشه. خب دوستان اینم از بیمارستانش. خب این قسمت بیمارستان، کسایی که مشکل دابلین دارن، به نظر من از همون اول اگه بیان یه دونه پرونده پزشکی درست بکنن خیلی بهتره تا اینکه برن جلو. پرونده پزشکی یه جا به دردتون میخوره، چه واسه مرد چه واسه آقا. پرونده پزشکی حالا اعصاب باشه خیلی بهتر. اینجا بیمارستان میشه، کسی مشکلی چیزی داشته باشه صبح باید بیای حتما ثبت نام کنی ببرنت. و زیاد کار زیادی انجام نمیدن. حالا مثلا وقت شبی است و تختی بیفتی، خیلی اورژانسی باشه، تنگی نفسی داشته باشی، شما رو میبرن. اینم از بیمارستانش. ما از اون وقت که کمپ دومی خیابون اومدیم اینور، یکی از ساختمونای خیلی مهم پناهنده همین ساختمونه که همه باید بیان اینجا. اینجا ساختمونیه که شما میایید اینترویو میدید، یعنی کیستون رو ارائه میدید. اینجا همه این ساختمون به بزرگی از 11 تا 13 و اونورم هست بیش زیاده. اینجا قاضیان نشستن و شما باید حالا اون ساعتی نامه واسهتون از قبل میاد که چه تایمی باید بیاین اینجا، چه روزی بیاین، خودتون اینجا ورود میکنید، میرید داخل این ساختمون و قاضیان نشستن. حالا میان دنبالتون قاضی، هر کس قاضیش مشخص شده از قبل و میان و میرید داخل این ساختمان، داخل اتاقا میشینید، یک سیستم جلوشونه و ازتون اینترویو میگیره. اگه دابلین داشته باشید در مورد دابلین، و اگه در مورد اینترویو کیس اصلیتون باشه که تو همین ساختمون انجام میشه و همه باید بلا استثنا اینجا بیان و کیس اصلیشون یا اینترویو بدن. در اصل اینجا که یه ساختمون شماره 3 من اسمشو گذاشتم، خیلی ساختمون مهمیه. و در ادامه میریم یه ساختمون خیلی جلوتر که اونم ساختمون دومه که خیلی مهمه، یعنی اصل اداره بانف تو همون ساختمونه. اینجا هم پارکینگ، امروز هم شنبه است که تعطیل، ما هم اومدیم توی یکی از این ساختمونا امتحان که اینترویو دادیم. یادش بخیر پاییز هم بود زمستون بود اومدیم. این ساختمون هم خیلی ساختمون مهمه.
خب دوستان، ساختمون شماره 2 یکی از ساختمون‌های خیلی مهم پناهجوها که وقتی خودشونو میان اینجا تحویل میدن همین ساختمونه. یعنی شما وقتی رفتی کمپ اول، کمپ دوم، حالا کمپ اولم برید، بعد چند روز شما رو میارن اینجا بابت اسکن ریه و قلب و مریضی و واکسن و اینجور چیزا میارن اینجا اصلش اداره بانف همینجاست، همین ساختمونه. حالا من میرم اونورترم میگیرم. اصل اداره بانف اینجاست و شما وقتی تو کمپ اول و دوم هستید هنوز زیر نظر اداره بانف نیستید، زیر نظر شهرداری هستید و شهرداری کاراتون رو انجام میده. خب دوستان، شما وقتی که تو کمپ اول و دوم هستید پذیرش میشید هنوز زیر نظر اداره بانف نیستید. اینجا این ساختمون اداره بانفه، یعنی کل اطلاعات و زندگی نامتون توی ساختمونه و شما بعد از اینکه کمپ اول میرید چند روز بعد شما رو میارن اینجا بابت اسکن ریه و مریضی و مشکلی اگه داشته باشید و واکسن و اینا. خیلی باید اینجا بیاین حالا اون مدتی که این تو کمپ هستید. اینم ورودیشه و کمپ ساختمون خیلی مهمیه. اداره بانف همینه. کل نامه‌هایی که واسه شما میرید حالا شهرهای دیگه انتقال پیدا میکنید زیر نظر سوسیال یا جاب سنتر میشید، بیشتر نامه‌هاتون قبل اینکه هنوز سوسیالی هستید از این اداره بانف میاد. تاریخ اینترویوتون، دابلینتون، در مورد مشکلات مالی هر چی باشه همینجاست. یعنی در مورد کلاستون، زبانتون میخواید برید نامه بزنید باید همینجا بزنید و این اداره خیلی اداره مهمی و خیلی هم اینجا کارتون میخوره و اوایل که میاد. خب دوستان، یه چیز دیگه بگم در مورد این اداره بانف، ساختمون بانف، اینه که شما وقتی از کمپ اول و دوم میرید کمپ سوم و بعد از اینکه شما از کمپ دوم میرید کمپ سوم یه نامه، یه تاریخ بهتون میدن به عنوان کیس راه. حالا همه میگن کیس راه، ولی در اصل چیزیه که واسه اولین بار به طور رسمی میخوای اعلام پناهندگی کنی به دولت فدرال آلمان زیر نظر اداره بانف. یعنی شما تا قبل از این کمپ دوم زیر نظر شهرداری بوده، یه جای مکانی داشتید و یه خورد و خوراکی بهتون میده که آوار و در بدر نباشن پناهنده. ما خودمونم پناهنده بودیم و بعد از اینکه شما میرید تو کمپ سوم یه نامه واسهتون میاد که شما باید بیاید اینترویو راه بشید در اصل، ولی باید شما بیاید اینجا واسه اینترویو راه، همون جاییه که باید گوشیتون رو حالا فرمت کنید، چیزی داخلش نباشه در مورد کیس، در مورد مسیر راه فلان، مشکلی نداره. میاید اینجا و ازتون سوال میکنه، میگه شما میخواید پناهندگی رسمی، به عنوان پناهندگی رسمی اینجا اعلام کنید، خودتون تسلیم کنید. بعد میگی بله، بعد اونجا تازه شروع میشه کار پناهندگیتون، یعنی قبل و زیر نظر شهرداری بود. و اینجا وقتی خودتون رو معرفی میکنید همون روز بهتون دیگه یک کاغذ 3 برگی اوسوایس میدن، یعنی اوسوایس بهتون میدن. اینجا دیگه روش زده مشخصتون از اون کاغذ برگی در میاد، یه 3 برگی بهتون میده تاریخ دار بده. و اینجا اداره بانف. شما وقتی میاید اینجا مستقیما به همون کارمندی که با شما میخواد صحبت کنه، یه مترجم هم میاد کنارتون، حالا هر زبانی باشه، میگه شما میخواید پناهندگی درخواست بدید به طور رسمی، میگی بله، و بعد دیگه کارتون شروع میشه و میرید کاغذ 3 برگی رو میگیرید و میرید تا چند وقت دیگه که برید تو هایمو و بعد اینکه حالا یه نامه بیاد واسه تاریخ دقیق اینترویوتون زیر نظر اداره بانف. اینم از اداره بانف، دومین ساختمون مهم پناهندگی تو گیسه. خب دوستان، اینم از یه ویدیو دیگه در مورد پناهندگی و کمپ و شرایط کمپ تا اونجایی که تونستم در اختیارتون گذاشتم و اگه کسی سوال داره حتما تو کامنت ها بنویسه. ممنون که ما رو حمایت میکنید، ممنون که لایک میکنید، سابسکرایب میکنید، برای دوستانتون ویدیوها رو بفرستید و اگر هر سوالی دارید تو کامنت ها بنویسید، من جواب میدم حتما تو اولین فرصت. مرسی از نگاه زیباتون. امیدوارم هر کی هر آرزویی تو دلش هست، اگه میخوای مهاجرت کنی سریع عملی بشه و به خواسته دلت برسی
و حال دلتون همیشه خوب باشه و امیدوارم کسایی هم که خودشونو میان تحویل میدن به کمپ تو اولین وقت ممکن جواب قبولی رو بگیرن و ادامه مسیر و زندگیشون رو روال بیفته. مرسی از نگاه زیباتون. تا ویدیو دیگه و درودی دیگر، بدرود یا حق، خدا نگهدار.